دوستان عزیز مخلصان و هواداران فوتسال میرد این هم سرمربی دسته نورسانی ازبکستان جمالالدین رحمت‌الله‌یف است که این بازی را این دسته را راهبری میکند و زیر راهبری او حالا دسته در دو بازی نتیجه خوب هم به دست آورده است. حالا با تو بیلال بوبویف یک ضربه او اما ضربهش چندان سخت‌تر نبود برای دروازه‌بان و دروازه‌بانی دسته ازبکستان محمد یوسف صابیروف توپ را داشته گرفت و با حمله‌گری دسته ما بیلال بوبویف فرصت نداد. و دسته ها از روی نتیجه ها در چمپیونات آسیا بین بازیگران 16 ساله سال 2018 ردبندی کرده میشوند و علاقه حسابی بازی کشیده میشود. دوستان ارجمند فوتبالبازان ازبکستان در دقیقه 13 توانستند که حسابی بازی رو باز کنند و اون هم بازیگر رقمی 14 بود این شادیبویف که دروازه دسته نورسانی ما رو رخنه کرد و سرمربی دسته ازبکستان جمالالدین رحمت‌الله‌یف شد از این چیز قناعتمند است از آغاز رقابت که چگونه دفاعگری ما اجازه دادند به بازیگران ازبکستان تا آنها حساب بازی را باز کنند. ادامه حمله ازبکستان وضعیت بسیار هم خطرناک و دروازه‌بان ما ماهرانه و با یک مهارت خیلی هم بلند ضربه بازیگری دسته ازبکستان رو برمیگرداند. سنت‌الله اسماعیلوف خیلی خوب و ارزنده هنرنمایی کرد بعد از این ضربه‌ای که انجام شده از جانب بازیگر اولابرگان کریموف نیمه‌فیصدگری دسته ازبکستان توسط دیگر بازیگران حالا حمله آغاز می شود. ارسال توپ از جانب بهروز خوجاєв به کنار فرصت برای بازیگران تاجیکستان یک امکانیت خوب ولی دروازه‌بان دسته ازبکستان ضربه اجرا کرده بیلال بوبویف را برمیگرداند. اونجا بیلال بوبویف بود بله بازیگر رقم 9 بیلال بوبویف موفق شد که ضربه زند اما ضربه‌اش را برگرداند دروازه‌بان دسته ازبکستان. ادامه حمله دسته نورسانی ما و موقعیت بسیار هم خوب پرتاب به کنار میدان بیلال بوبویف گزارشی از بازیگر دسته ازبکستان و اینجا داور چه اشاره میکند ضربه جریمه‌ای بیرون از جریمه گو. حالا فشاری بازیگران ما حتی با دروازه‌بان دسته ازبکستان و ضربه از مسافه دورتر اجرا میشود ولی بالاتر از دروازه دسته ازبکستان از میدان بیرون میشه. این قراری درست هم بود که زود باید جواب گویند و بیلال بوبویف بود که همین گونه ضربه را اجرا کرد از مسافه دورتر ولی ضربه زده و از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. و همینطور وقت به انجام میرسد. خوب ما به تنفس میرویم و بعد از چند لحظه بر قسم دومی بازی برمیگردیم. عزیز و ارجمند با قسم دومی بازی میانی دسته های نورسانی ازبکستان و تاجیکستان در دوره جام کاف 2022 برمیگردیم. خب در این دسته نورسانی تاجیکستان حالا امیرخان بقایف با جای ابوبکر سعیدوف بازیگر رقم 11 به میدان آمد. ازودبک اوکتاموف بهروز جمعتوف اکنون شیرزودبک عبدالبوریف که به میدان آمد. وضعیت بسیار خطرناک و حساب 2-0 می شود. دوستان ارجمند یک باره بازیگران ازبکستان توسط حمایتگر بهروز جمعتوف حساب را 2-0 میکنند. خب ضربه جریمه‌ای را از جانب دروازه ارسال شد و دروازه‌بان توپ را داشته نتوانست. اینجا اشتباهی دروازه‌بان هم بود. سنت‌الله اسماعیلوف که در کوشش اولش توپ را داشته نتوانست و دفاعگران هم با بازیگر خط دفاعی دسته ازبکستان اجازه دادند که ضربه زند. حمله دسته ازبکستان باز هم شادیبویف یک وضعیت دیگر و اونها قریب بود گل سوم رو با دروازه دسته نورسانی ما زدند. دوستان ارجمند باید اجازه ندهند فوتبالبازان دسته نورسانی تاجیکستان ولی اجازه میدهند. متاسفانه دروازه‌بان اینجا سیف کرد و این وضعیت رو رفع نمود. حمله نوبتی فوتبالبازان ما پرتاب به کنار میدان
بقایف موفق می شود در مقابل یک بازیگری دسته ازبکستان. ادامه حمله هست، حالا باید ضربه ارسال شود و توپ از روی خط دروازه بیرون کرده می شود. دوستان ارجمند، ازودبک اکتاموف دروازه ازبکستان را از گل مقرری نجات می دهد. بهترین امکانیت بود. این هم ضربه نکروز سلیمزاده. باز هم فرصت برای بازیگران ما، موقعیت بسیار هم خوب، پرتاب زمینی، اما به نتیجه و فکر میکنم با همین تمام. بله، با همین تمام و دسته نورسان 16 ساله تاجیکستان در بازی سوم خود در جام کافا با باخت روبرو شده از تیم نورسان 16 ساله ازبکستان با حساب 2-0.